خیلی خوشحالم که در جمع شما هستم و احساس شرف میکنم. سپاسگزارم از اینکه دعوت من رو پذیرفتید، از اساتید عزیزم که دعوت من رو پذیرفتن. بسیار سپاسگزارم. و صحبتام رو میخوام با یه سوال شروع کنم، با امید به اینکه تا پایان این جلسه پاسخهای مرتبط با این موضوع به ذهنمون متبادر بشه. اصولاً انسان چرا به دنبال معناست؟ با جمله ای از آلبر کامو صحبتام رو ادامه میدم. ایشون میگن که هر وقت انسان یاد گرفت که چگونه با رنجهایش تنها بماند و بر اشتیاق گریختن از آنها چیره شود، دیگر چیز زیادی برای یاد گرفتنش باقی نمانده است. هر تاریکی که توش هستیم و اگه توش قرار بگیریم قطعاً ترسناک و وهم‌انگیزه. چرا؟ به خاطر اینکه شناخت نیست. اگه ما توی اتاق تاریکی باشیم، خب وسایل و اشیاء اون محیط رو نمیشناسیم، نمیدونیم چیا هستن، قطعاً ترس داره تاریکی توی اون اتاق. اگه یه نوری رو روشن کنیم یا چراغی رو روشن کنیم، اون ترس ها کمتر میشه. تاریکی که به واسطه درد و رنج توش قرار میگیریم همینقدر شاید بیشتر ترسناک و همینقدر ترسناک و وهم‌انگیزه. اون چرا؟ اون هم به خاطر اینکه از خودمون شناخت نداریم و این در واقع تاریکیه از عدم شناخت خودمون برمیاد. اگه ما بتونیم ابعاد وجودی خودمون رو، بخش‌های درونی خودمون رو بشناسیم، کم کم این ترس و وحشت جاش رو به روشنایی و نور میده و تاریکی که ما توش هستیم تبدیل به تاریکی رحم میشه، نه تاریکی گور، چون که تولدی دوباره رو میسازه. سلامت جسم و جان مستلزم بی‌تنشی و بی‌چالشی نیست. همینطور که علم ثابت کرده نیازمند یه سری چالش ها هستیم برای سلامت جسم و جانمون. تلاش برای پر کردن فاصله بین آنچه که هستیم تا آنچه که میخواهیم باشیم و تلاش برای رسیدن به اون هدفی که فکر میکنیم ارزشش رو داره و پاسخ به ندای بالقوه درونی خودمون که بهش معنا میگیم، همه اینها در واقع میتونه پویایی زندگی و پویایی اندیشه ما رو بسازه و سلامت جسم و جان ما رو تأمین کنه. برای سلامت جسم و جان نیاز به این پویایی اندیشه و پویایی زندگی داریم، نه نیاز به بی‌تنشی و بی‌چالشی در واقع. اگه ما معنایی با ارزش توی زندگیمون پیدا نکنیم، برای خیلیامون ثابت شده این مسئله، احساس دچار پوچی و بیهودگی میشیم و خیلی وقتا احساس ناامیدی میکنیم. ولی وقتایی که معنایی برای زندگی هامون پیدا میکنیم، قطعا حتی توی دردها و رنج هامون هم میتونیم به اون بیداریه برسیم و با وجود درد و رنج از این مسیر عبور کنیم. درد و رنج از بین نمیره، ولی میتونیم حتی در حین درد و رنج با خلاقیت هایی که ایجاد میشه برامون ذهنمون باز بشه و در واقع به اون چیزی که میخوایم برسیم و گذر راحت تری داشته باشیم. ما اینجا جمع شدیم که همین کار رو بکنیم. البته نه به شکل یه نسخه‌ای که هممون از این در بریم بیرون که این نسخه در واقع باعث میشه که ما بتونیم این شناخت کلی رو از خودمون داشته باشیم و دیگه یعنی تمام شد. نه، این در واقع فقط یک یادآوری و تلنگره برای فکر کردن که به آنچه که در درونمون میگذره و با امید به این که این سوالها در ذهنمون ادامه دار باشه و اون وقته که میشه انتظار داشت برای پیدا کردن راه حل دنبال ساده ترین ها نباشیم. و حالا به عنوان مثال در مورد بیماری بگم، در مورد بیماری فردی که بیمار میشه خب قطعاً دنبال بهترین پزشک، بهترین داروها رو میخواد تهیه کنه و به دنبال بهترین کلینیک میگرده. اینها درسته و باید باشه، ولی اینها ساده ترین راه ممکنه
انتظار میره که به سخت‌تر از اینها هم فکر کرد، به اون چیزی که ما رو متمایز میکنه، به اون چیزی که ما رو میتونه به پزشک خودمون تبدیل کنه و کاری که از دست هیچ پزشکی بر نمیاد. اینها مسئولیت‌های خودمونه و هیچ کس دیگه ای نمیتونه اینها رو برای ما انجام بده. هر سلولی وقتی که دچار تغییرات میخواد بشه، دچار بیماری میخواد بشه، تمام اون پروسه تغییراتی که طی میکنه همه اونها درسته در مقطع سلوله، ولی برای ما به شکل علامت بدنی خودش رو نشون میده. ولی این ماییم که اون علائم بدنی رو نمیفهمیم. چرا؟ نه اینکه یاد نگرفته باشیم، چون که از خودمون دور شدیم، صدای بدنمون رو نمیشنویم، اصلا برامون مفهوم نیست. اگه ما بتونیم به این صدا در واقع ارتباط برقرار کنیم، میتونیم هم خودمون بهتر از هر کسی خودمون رو بشنویم و به پروسه درمان خودمون کمک کنیم. و این تغییراتی که در سلول ها پیش میاد و تبدیل به بیماری میشه رو قبل از هر پزشک دیگه‌ای خودمون میتونیم تشخیص بدیم. چه جاهایی که بی‌توجهی کردیم، خیلی کاملا برامون آشناست این مفهوم، بی‌توجهی کردیم، چه جاهایی که تغذیه درست نداشتیم براش کاری نکردیم، چه جاهایی که خواب کافی و با کیفیت نداشتیم براش کاری نکردیم، چه جاهایی که نتونستیم ذهنمون رو و استرس هامون رو مدیریت کنیم براش کاری نکردیم. اینها همه مهارت هایی هستن که باید یاد میگرفتیم و نکردیم، ولی میتونیم این کارها رو در واقع با شروعش با فکر کردنه و بعد میتونیم در واقع از خودمون این انتظار رو داشته باشیم که انجام بدیم. و چه جاهایی که نیاز به فعالیت و ورزش مناسب داشتیم و این کار رو نکردیم. الان از استاد لیلا پناهی عزیزم میخوام که تشریف بیارن بالا. ایشون هم در زمینه ورزش برای ما حرف دارن و هم در زمینه بیماریشون، چرا که ایشون مبتلا به بیماری سرطان پستان شده بودن و به واسطه این معنایی که در زندگیشون یافتن، به واسطه این ورزش، اون عشق و شور و انرژی که ازش دریافت کردن هم به خودشون کمک کرد و همین که این عشق و روحیه رو به افراد دیگه میدن و خیلی ازشون ممنونم. ازشون میخوام که تشریف بیارید بالا.